داشته باشیم. خیلی بله حتما. مثلا خب خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. من مژگان سلمانزاده هستم. تو مقطع کارشناسی ارشد یه زمانیش رو نوروساینس خوندم و بعد چون آموزش هم که از زمینه‌های مورد علاقه من بود و به کار خودم هم می اومد، کار تدریس، از متد برین بیس لرنینگ استفاده کردم. مهم اینه که بدونیم برین بیس لرنینگ در واقع یکی از شیوه های آموزشه. میتونه به عنوان یک رویکرد هم در نظر گرفته باشه، برای اینکه ما نیاز داریم به اینکه وقتی با یک موجود انسانی سر و کار داریم توی وهله اول بدونیم که چی تو مغزش میگذره. وقتی که از سقراط رو داشتن محاکمه میکردن، یکی از سوالاتی که ازش پرسیده بودن این بودش که در واقع از اتهاماتی که بهش زده بودن این بودش که تو داری بچه‌های ما رو گمراه میکنی. سوالی که سقراط ازشون پرسید این بودش که چه کسی حق و توانایی این رو داره که یک موجود انسانی رو تربیت کنه؟ همه گفتن که ما میتونیم این کارو بکنیم. گفت یعنی شمایی که الان مثلا وکلا هستید همه میتونید؟ گفتن بله. گفت این حضار دادگاه میتونن؟ گفت بله. گفت همه اینا که بیرون از این در توی بازار هستن میتونن؟ گفتن آره. گفت کی نمیتونه؟ گفتن فقط تویی که در واقع شایستگی این رو نداری که بچه‌های ما رو تربیت کنی. سقراط ازشون پرسید که اگر شما یه اسب داشته باشید دست کی میدید برای اینکه تربیتش کنید؟ آیا شما وکلا میتونید؟ گفتن نه. گفت حضار میتونن؟ گفتن نه. گفت اونایی که تو بازار هستن میتونن؟ گفتن نه. گفت کی میتونه؟ گفت کسی که آگاه باشه به اینکه تربیت اسب چطور اتفاق میفته. در مورد تربیت انسانی هم به نظر من همیشه این وهم وجود داره که ما چون خودمون انسان هستیم میتونیم بفهمیم که تو ذهن یک نفر دیگه چی میگذره. البته که میگم تئوری آف مایند، یعنی ما فکر میکنیم که چون من میدونم تو ذهن خودم چی میگذره میدونم که تو ذهن شماها هم چیه. ولی گاهی وقتا خود این باعث سوء تفاهم و باعث از دست رفتن خیلی از ظرافی که توی ارتباطات هست میشه، مخصوصا بین دانش آموز و شاگرد، دانش آموز و معلمش. مخصوصا اگر که دانش آموز یک نقصی در توجهش داشته باشه، اختلالی در یادگیری داشته باشه، ممکنه که معلم فکر کنه که این دانش آموز یا تنبله یا توجه نمیکنه، دل به کار نمیده و همه اینها باعث بشه که به دانش آموز برچسب‌هایی زده بشه. برچسب‌هایی مثل تنبل، مثل از زیر کار در رو، مثل کسی که تأخیر میندازه کارهاشو. ولی ندونیم که اینها همش ممکنه که از یک اختلالی در ذهن فرد و به طور خاص در سخت افزار مغزی فرد سرچشمه بگیره. هرچقدر ما به عنوان معلم، به عنوان کسانی که با بچه‌ها کار میکنیم بیشتر از کارکرد مغز آشنا باشیم، بهتر میتونیم تنوع رو درک کنیم و خود همین میتونه باعث بشه که پیوندهای بیشتری بتونیم با آدم‌ها ایجاد کنیم. وقتی این تنوع رو بپذیریم میتونیم بفهمیم که آها ممکنه کارکرد مغزی دو نفر با هم فرق کنه. یکی از اولین مباحثی که ما توی نوروساینس یاد میگرفتیم اینه که احساس و ادراک و شناخت 3 چیز متفاوته برای ما. امروز راجع به این هم صحبت میکنیم. می‌تونیم بفهمیم که احساس و ادراک و شناخت چند تا چیز متفاوته. یعنی اگر که من به نظرم فضای این اتاق هواش خوبه، ممکنه یه نفر دیگه تو همین فضا احساس سرما بکنه و برای یه نفر دیگه زیادی گرم باشه. ممکنه که اگر من یه نارنگی رو میخورم به نظر من مزهش ترشه، یه نفر دیگه بگه نه اصلا ترش نیست، به نظر من شیرینه. اینا همش کارکردهای متفاوتیه که مغز بر حسب توجه ما، بر حسب ژنتیک ما، بر حسب تجربه هایی که داریم به ما میده. پس درک این که ما کارکردهای مغزیمون با هم دیگه متفاوته سنگ بنای اصلی بحثیه که امروز با هم داریم. ولی چرا میریم سراغ برین بیس لرنینگ، سراغ این مدل از ادویکیشن؟ بذارید چند تا مثال بزنم براتون. یکی از مثال‌ها این راجع به بچه‌هاییه که توی دوره نوزادی، زمانی که باید سینه‌خیز میرفتن نرفتن و مستقیما از حالت خزیدن به حالت نشسته و ایستاده در اومدن. تحقیقات نشون داده که این بچه‌ها کسایی هستن که توی درس ریاضی ضعف دارن، توی هندسه مخصوصا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که توی این قسمت از مغز ما، زیر این جمجمه من، قسمتی به اسم لوب آهیانه که یکی از کارهایی که میکنه ایجاد درک فضایی برای ماست. یعنی که من میدونم الان بدنم تو چه موقعیتی قرار گرفته،
این به من کمک میکنه که بتونم روی این صندلی صاف بشینم. این همش به این قسمت از مغز برمیگرده. حالا اگر که این قسمت از مغز من خوب رشد نکرده باشه، باعث میشه که درک فضایی من هم به کمال خودش نرسه. این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اینکه ما وقتی راجع به ریاضی حرف میزنیم، در واقع یک شکلی از محور رو باید تو ذهنمون متصور باشیم که این محوره صفر داره و اعداد به سمت مثبت میرن میل به بی‌نهایت میکنن، از این طرف منفی ها میرن میل به بی‌نهایت میکنن و ما یک درک فضایی از اعداد داریم که به من میگه که عدد 3 از عدد 2 بزرگتره، از عدد 4 کوچکتره، چون من میتونم جاش رو تصور کنم که روی محور عدد کجاست. وقتی که به یه بچه میگیم که این زمین مربع رو در نظر بگیر، حالا محیطش یا مساحتش رو حساب کن، بچه باید بتونه تو ذهنش این رو تصور کنه، یک درک فضایی از اون زمین داشته باشه که بتونه بفهمه عددی که داره به دست میاره اصلا معناش چیه. اگر برین بیس لرنینگ نبود، ما این رو متوجه نمی شدیم که مغز ما چجوری یاد میگیره و چجوری رشد میکنه و چجوری اطلاعات رو طبقه بندی میکنه. دونستن اینکه هیپوکامپ ما چطوری اطلاعات رو طبقه بندی میکنه میتونه به ما یاد بده که هر چقدر اطلاعات رو دقیق تر بگیم، اون کسی که داره میشنوه توی دسته بندی کردنش کمتر به اشتباه میفته. اگر من مطالبی که برای شما میگم رو همینجوری بدون طبقه بندی بگم، حالا همینطور که داریم پیش میریم، شما حتما گیج میشید یا دست کمی که یادتون نمیمونه، به یادآوری این اطلاعاتی که دارم میگم به مشکل برمیخورید. ولی وقتی که من برای شما هم میگم، شما میشنویدش و بعد هم تصویرش رو میبینید، هم میتونید لینکش کنید با اتفاقهایی که قبلا براتون افتاده و بعد اکتیویتی در موردش انجام میدید، خیلی بهترین موضوع رو یاد میگیرید. یکی دیگه از چیزایی که توی برین بیس لرنینگ هست اینه که با یادگیری درباره مغز متوجه شدن که هر چقدر شما قصه بیشتر تعریف کنید، آدم‌ها مغزشون طوری طراحی شده که به قصه واکنش نشون میده. قصه ها برای ما نقش حیاتی دارن. برای همین یادگیری که با قصه مرتبط باشه تضمین شده است. شما مطمئن میتونید باشین که چیزهایی که سر کلاس تعریف میکنید رو اگر به لباس قصه در بیارید برای بچه‌ها جالب‌تره و حتی برای بزرگترها. خب بریم جلوتر راجع به این صحبت کنیم که اصلا ما کدوم قسمت از دانش در واقع مغز رو میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم. یه قسمتش دانش مغز رو بهش میگن سنسیشن یا احساس. احساس یعنی آنچه که از محیط محرک به من وارد میشه و در قسمت‌های میتونم بگم سخت افزاری مغز من ثبت میشه. مثلا اینکه من اگر دستم بخوره به این لیوان آب سردی که کنارمه، این در واقع از نوک انگشت من پیام‌هایی از طریق اعصاب به مغز میره. تا اینجا اگر که مشکلی سر راهش وجود نداشته باشه، احساس اتفاق میفته. ادراک یعنی چی؟ مرحله بعدی احساس ادراکه. یعنی توی مغز من جایی هست که تعریف کرده که سرما چیه، که گرما چیه و همه اینها برای من مفهوم ادراک رو شکل میده. احساس و ادراک رو شاید نتونیم حتی با یه خط کامل از همدیگه متمایزشون کنیم، ولی اینها به هر حال به همدیگه یعنی ربط داره. و مرحله بعدیش چیه؟ کاگنیشنه. کاگنیشن یا شناخت اینه که بعد از اینکه من فهمیدم این آب سرده، این لیوان سرده، یه درک اضافه‌ای برام اتفاق میفته. اینه که فکر کنم که خب اگر این لیوان آب اینجاست و این لپتاپ اینجاست، من باید حواسم باشه که این لیوان روی این لپتاپ نریزه. یا مثلا اگر من روزه باشم باید حواسم باشه که این لیوان آب رو تا زمان افطار نخورم. این یه درکیه اضافه بر اون چیزی که توی مغز من راجع به این لیوان آب اومده. همه اینها به نظر شاید خیلی ساده بیاد، ولی از نظر فرآیندهایی که توی مغز داره اتفاق میفته خیلی پیچیده است. مغز من خیلی تلاش میکنه که بین همه خاطره هایی که راجع به مثلا یه لیوان آب وجود داره تمایز قائل بشه و برای من یکیش رو انتخاب کنه که الان به درد این موقعیت من بخوره، که بین لیوان آب و لپتاپ یه ربط معنایی ایجاد کنه. پس ما الان توی این قسمت فقط میخوایم راجع به این سومیه صحبت کنیم، فقط میخوایم راجع به کاگنیشن صحبت کنیم. کاگنیشن اجزای متفاوتی داره و توی این اجزا توی 6 جلسه آینده ما میخوایم راجع به هر کدومش صحبت کنیم که چطور این قسمت‌های مختلف شناخت
میتونه به ما کمک بکنه که معلم بهتری باشیم. بتونه به ما کمک بکنه که با آدم‌های دیگه، صرف نظر از اینکه تو کلاس درسیمون هستن، اعضای خانواده‌مون یا یک عضوی از اجتماعمون هستن، ارتباط بهتری بگیریم. این قسمتی که امروز انتخاب کردم درباره‌اش صحبت کنم موضوع اتنشن یا توجه. چندی مدل توجه ما داریم، ولی قبل از اینکه برم راجع بهشون صحبت کنم میخوام بهتون بگم که این موضوعی که امروز داریم و مخصوصاً فعالیت‌هایی که داریم چه ربطی به کار آموزش میتونه پیدا کنه. فعالیت‌هایی که امروز سر کلاس انجام میدیم خیلی شبیه دمبل زدن توی باشگاهی، شبیه یوگا کردن میمونه. ما با دمبل زدن زورمون رو و قدرت بدنیمون رو بیشتر میکنیم، با یوگا کردن انعطافمون رو بیشتر میکنیم. با کار کاگنیتیو ریهابیلیتیشن یا توانبخشی شناختی یا همین اکتیویتی هایی که بعداً با هم انجام میدیم، شما مثل اینه که یک کاری رو دارید برای مغزتون انجام میدید که باعث میشه قوی‌تر و منعطف‌تر باشه. بخوام مثال بزنم، وقتی شما برید باشگاه و یک دمبل رو بردارید و شروع کنید زدن، یه سری از ماهیچه هاتون هستش که حالا توی بازو قوی تر میشه. خب دمبل زدن هیچ ربطی به این نداره که اگر توی خونه بخواید یه کمد سنگین رو جابجا بکنید، شکل ظاهری دمبل با شکل کمد به هم هیچ ربطی نداره. اما اون اتفاقی که تو باشگاه برای ماهیچه های شما افتاده باعث میشه که حالا بتونید یه کمد سنگین رو جابجا کنید، یه مبل رو جابجا کنید، یه یخچال رو جابجا بکنید، با اینکه اینها همشون متفاوت بودن. شما از یه دمبل کوچیک الان رسیدید به یخچال مثلا 200 کیلویی که جابجا میکنید. خب این کارهایی که ما سر کلاس الان انجام میدیم و اکتیویتی‌های دیگه‌ای که بهتون معرفی میکنم و تو 6 جلسه آینده پیش میریم، خیلی شاید به نظرتون اکتیویتی‌های ساده‌ای بیاد و شاید حتی فکر کنید که دقیقاً ربطش به کار آموزش شما که ممکنه بخواید زبان درس بدید، بخواید ریاضی درس بدید یا علوم درس بدید، چه ربطی پیدا میکنه. ربطش مثل ربط دمبل و اون یخچال و کمد و مبله. شما یه سری کارهایی رو یاد میگیرید بکنید برای اینکه مغزتون توجه کردن رو یاد بگیره، انواع مختلف توجه کردن رو درش حرفه‌ای بشه و بعد وقتی که حالا میرید سر کلاس، وقتی که اون نوجوان یا اون کودک میره سر کلاس، حالا توجه کردن رو یاد گرفته. یا اگر که ببینیم که تو یکی از این قسمت‌های توجه نقص داره، باز هم مثل دمبل زدن روی اون قسمت به طور خاص کار میکنیم تا بتونه به توانایی ویژه‌ای برسه. ازتون خواسته بودم که این برنامه لوموسیتی رو بریزید برای اینکه خیلی هم فانه کار کردن باهاش، همین که قسمت‌های مختلفش نشون میده که هر کدوم از این توجه‌ها یا حالا بعداً قسمت‌های مرتبط با مموری رو که انجام میدیم، میبینید که چقدر با فعالیت ساده‌ای مغز شما واقعاً درگیر میشه. یعنی عین همین که ممکنه یه نفری توی باشگاه از نفس بیفته و سختش باشه و انجام دادن فعالیت براش سخت باشه، شما هم وقتی که این بازی‌های برین ترینینگ رو انجام میدین، همونقدر نفستون میگیره، همونقدر سختتون میشه، همونقدر خسته میشین. پس به نظرم خوبه که هم خودتون این برنامه ها رو داشته باشین، هم اطرافیانتون. با هم دیگه میتونین حتی مثلا بازیش رو تجربه بکنید، مخصوصا با بچه‌ها، چون خیلی هم فانه هم یادگیری بالایی داره، بهتون کمک میکنه. خب بریم سر موضوع اتنشن. برای در مورد نظریه توجه خیلی از تئوریسین های مختلف راجبش صحبت کردن. یکی از انواع توجه رو، نظریه های توجه رو لوگان داده که میگفته ما دو جور توجه داریم، یکیش توجه اتوماتیک، یکیش توجه کنترل شده. تو توجه اتوماتیک همون چیزی که شاید بچه‌ها تو سن خیلی کم دارن، رقابتی وجود نداره، میتونن همه چیز رو، یا تا همین الان ممکنه که من فقط بخوام به شما توجه بکنم، هیچ محرک دیگه‌ای در اطراف من وجود نداره. ولی اگر همین الان مثلا یه پرنده بیاد پشت پنجره من با نوک بزنه، میشه 2 تا محرک، 2 تا چیز متفاوت هست. اگر گوشی من زنگ بزنه، توی 2 تا محرک به وجود میاد و من باید بلد باشم که چطور یکیشون رو کنترل کنم و به یکیشون توجه کنم. این نظریه لوگانه. اسم این نظریه پردازها رو هم آوردم که اگر بخواید بعداً بهش توجه کنید یا به این دوباره بیشتر راجبش بخونید داشته باشید. نظریه بعدی نظریه پازنره. تو نظریه پازنر میاد برای ما توضیح میده که چجوری هر کدوم از این قسمت‌های متفاوت مغز روی کارکردهای متفاوت توجه تاثیر دارن. مثلا قسمت آهیانه و تالاموس اگر بخوام بهتون نشون بدم،
این قسمت داخلی مغز میشه. باید بتونه حرکت کنه. خب مثل که حرکت نمیکنه. این 3 بعدی بود و من الان نمیتونم حرکتش بدم. قسمت آهیانه این قسمتی میشه که اگر در نظر بگیریم میشه بالای گوش ما و تالاموس هم قسمت داخلی مغزه. توی alerting attention اینجوریه که مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، بعد مثلا یه گربه از اینجا رد میشه. اگر گربه من بیاد از اینجا رد بشه، یه محرکی هستش که من یهو متوجهش میشم. یا مثلا فرض کن من نشسته باشم اینجا، یه سوسک بیاد تو اتاق، من حتما متوجهش میشم. یه چیزی که الرت میکنه، یعنی یهو میاد و خودش رو به چشم من میاره، این در واقع محرک جدیدی که اومده. چرا این الرتینگ مهمه؟ برای اینکه کارکرد بقا داشته برای ما. یعنی زمانی بوده که ما توی جنگل ها زندگی میکردیم و اگر که داشتم من توی جنگل راه میرفتم و یهو یه چیزی به نظر میومده که از بغلم رد شد، من باید بهش حتما توجه میکردم، چون ممکن بوده یه حیوان درنده‌ای باشه و برای من آسیب ایجاد کنه. برای همین alerting attention یکی از مهمترین شکل‌های در واقع توجهه. شما مثلا دارین سر کلاس درس میدین، یه نفری میاد پشت پنجره کلاس، توجه همه بچه‌ها بهش جلب میشه، هر چقدر هم که شما دارین جالب صحبت میکنین. برای اینکه alerting attention چیز خیلی قویه، خیلی مهمه. دومیش orienting attentionه. اون هم نزدیک همین قسمت آهیانه است، به علاوه بر اینکه از ناحیه فرونتال، یعنی از ناحیه پیشانی هم استفاده میکنه. حالا اگر یه نفری اومد پشت پنجره و توجه آدم‌ها رو جلب کرد، شما یا خود بچه‌ها عامداً توجهشون رو از اون بر میگیرن و به تخته یا به لپتاپ توجه میکنن. این میشه اورینتینگ، یعنی میتونن توجه رو از یک محرکی که ممکنه خیلی هم شلوغ کنه، ممکنه مثلا زنگ تفریح باشه، یه سری بچه‌ها دارن بیرون شلوغ میکنن، ولی بچه‌ها به شما گوش میدن. دلیلش اینه که با اورینتینگ اتنشن از قصد و عامدانه دارن به شما توجه میکنن. مبحث بعدی اکزیکیوتیوه، یعنی کارکرد اجرایی توجه. یعنی ما کاملا با قسمت پیشانیمون تصمیم میگیریم که توجه بکنیم، حتی اگر یک عالمه محرک وجود داشته باشه. مثلا سر کلاس فرض کنید که یه بچه‌ای داره به شما با توجه و دقت گوش میده و همچنان داره به بغل دستیش هم گوش میده. حالا جلوتر بریم میگیم به این دیوایدد اتنشن، قسمت اکزیکیوتیو، یعنی مغز میدونه که من باید به چند جا همزمان توجه کنم و این شکل دیگه ای از توجه توی نظریه پوزنر. نظریه‌ای که امروز بیشتر میخوام راجبش حرف بزنم نظریه سولبرگ ماتیره. توی این میاد توجه رو به 5 قسمت تقسیم میکنه. از بالا به پایین که بریم توجه ها به تدریج از ساده به پیچیده حرکت میکنه. فوکسینگ اتنشن یعنی اینکه من بتونم روی یک موضوع تمرکز بکنم. ساستین اتنشن یعنی من بتونم رو همون یه موضوع به صورت طولانی مدتی تمرکز بکنم. توی ساستین اتنشن مثل کار کردن با بعضی از ماشینالات میمونه که شما همش حواستون باشه که مثلا این دکمه این دکمه این دکمه این دکمه، یا فقط یه دکمه رو به صورت مستمر باید بزنین. کاریه که خیلی میتونه حوصله سربر باشه، ولی بچه‌ها باید یاد بگیرن که چطور کارهایی که حتی حوصله سربر هست رو انجام بدن، برای اینکه نیاز داریم به اینکه ساستین اتنشن درشون تقویت کنیم. بعدی سلکتیو اتنشنه. توی سلکتیو اتنشن اینه که چند تا محرک ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما تصمیم میگیریم که یکیش رو انتخاب کنیم، یا به عنوان تسک میگیم که از بین این محرک هایی که هست فقط این یه دونه رو انتخاب کنیم. مثلا توی کار نورو فیدبک اینجوریه که مثلا ما به چند تا عدد میاد یا مثلا چند تا تصویر میاد، عکس چند تا میوه میاد و ما میگیم که فقط تو سیب رو انتخاب کن از بین اینها. هر چقدر که این میوه های دیگه میان به اونای دیگه توجه نکن، فقط سیب، فقط به همین یه دونه توجه کن. یعنی از بین یک عالم محرک فقط باید به این توجه کنیم. حالا سر کلاس درس این چطور معنا پیدا میکنه؟ از بین همه محرک هایی که ممکنه وجود داشته باشه، از حرف زدن بغل دستیمون، سرما گرمای هوا، نمیدونم فکرای دیگه که ممکنه توی ذهنمون داشته باشیم، ما باید یه محرک رو که معلمه رو انتخاب کنیم برای اینکه فقط به اون توجه کنیم. این کسایی که یعنی از مثلا 3 به بعد رو توانایی‌های پیچیده‌ای هستن، یعنی بچه‌ها به نظرم میاد که از سن حدود 7-8 سالگی که وارد مدرسه میشن باید هرچه بیشتر روی این توانایی‌هاشون کار بشه. شیفتینگ اتنشن یعنی که بتونیم
دو تا الگو رو یا 2 تا محرک رو انتخاب کنیم و بتونیم مدام بین این 2 تا شیفت کنیم، گاهی اینو انجام بدیم گاهی اون رو. توی این خیلی مهمه که بچه‌ها بتونن با کمترین اشتباه این کار رو انجام بدن، یعنی اینکه وقتی کار اول رو انجام میدن با دومی اشتباه نکنن، 2 رو با 1 اشتباه نکنن و این توانایی این که دقیقاً توی هر کدوم وظیفه مخصوص به خودش رو انجام بدن نشون دهنده شیفتینگ اتنشن بالا داشتن. و آخریش دیوایدد اتنشنه، یعنی بیشتر از 2 تا محرک وجود داره و باید به همش توجه بشه. مثلا یه وقتی شما توی خونه هستین، هم باید غذا بپزین، هم باید به یه بچه دیکته بگین، هم باید ظرفا رو بشورین، هم دارین به تلویزیون گوش میدین. همه اینها رو به صورت مولتی تاسک در حال انجام دادنش هستیم. این یعنی دیوایدد اتنشن، یعنی من قابلیت اینو دارم که به چند تا چیز همزمان توجه کنم. هر چقدر تعداد چیزهایی که من دارم بهش توجه میکنم بیشتر میشه، امکان اشتباه کردن من هم بیشتر میشه. برای همین خیلی وقتا بچه‌ها مشکلشون توی کلاس این نیستش که اتنشن به اندازه کافی ندارن، مشکلشونه که دیوایدد اتنشنشون به اندازه کافی قوی نیست. میتونن به چند تا چیز همزمان فکر کنن، ولی چون دارن همزمان فکر میکنن میزان اشتباه کردنشون بالاتر میره و ظاهرا توجهشون پایین‌تر میره. یکی از راه‌هایی که خیلی خوبه برای اینکه بتونیم کلا همه انواع اتنشن ها رو توی بچه‌ها تقویت کنیم، کارهایی مثل مدیتیشنه. مثل اینکه سر کلاس هر از چندگاهی ما یه آنتراک میدیم، بچه‌ها یا برن سراغ فعالیت بدنی خیلی بالا که هیچ ربطی به کاری که ما کردیم نداره، یا بریم سراغ کاری که کاملا بدون هر گونه فعالیت بدنیه و شبیه یه مدیتیشنه. من میخوام اینجا قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعدی و شما سوالاتتون رو مطرح کنید، یه نمونه از این مدیتیشن ها رو با هم داشته باشیم، برای اینکه شما از موضوعی که داریم میریم یه آنتراکی توی ذهنتون اتفاق بیفته. مدیتیشن ممکنه به همین کوتاهی باشه که شما چشماتون رو ببندین. وقتی که چشماتون رو بستین تا 10 تو دلتون بشمارید. بعد یه پنجره مربع شکل رو تصور کنید. بعد یه گلدون استوانه‌ای طلایی رو توش تصور کنید. و توی این گلدون طلایی یه دسته گل بابونه تصور کنید. خب این یه نمونه کوتاه از مدیتیشنی ممکنه باشه که شما تصمیم بگیرید سر کلاس برای بچه‌های مثلا سن ابتدایی با هم انجامش بدید. حالا ممکنه که از این تصمیم بگیرید که طولانی تر باشه. فقط به شما کمک میکنه که از اون حرفایی که قبلا شنیدیم با ریتم تندتری که من داشتم حرف میزدم یه لحظه فارغ بشین، یه لحظه مغز شما از حالتی که قرار داشت تبدیل بشه به یه حالت دیگه که داره در حال تخیل کردن میره و این خب کمک زیادی. اینجا اگر صحبتی هست بفرمایید تا بریم سراغ فعالیت ها. من برای انجام دادن این اکتیویتی ها یه نفر داوطلب لازم دارم. کی حاضره که انجام بده؟ خیلی هم راحته. اگه داوطلب پیدا نشد دیگه بنده داوطلب اجباری خواهم. شما خواهید بود. بفرمایید. ولی اگه معلمای محترم اینترنت خوبی دارن بهتر که داوطلب داشتن. اگر هم نشدن همزمان میتونن تو خونه اینو انجام بدن یا کسایی که آفلاین میبینن بعد انجام بدن. خب جناب موردی میشه برای من یه عدد 5 پیدا کنین تو تصویر؟ بله البته ردیف دوم سومی. مرسی. توی این فوکسینگ اتنشن یعنی شما همزمان که نگاه میکنید بدونید دارید دنبال چی میگردید. بله. فوکسینگ اتنشن شاید خیلی ساده ترین قسمتش باشه. حالا میریم سراغ ساستینبل اتنشن. چند تا عدد 5 توی این مثلا لاین 1 2 و 3 میبینید شما؟
اگه بچه ها بیشتر وقت داشتن سه یا اگه تا خودتون بیشتر وقت داشتین میتونید بشمرید دونه سه دونه تا با دیگه. هم. توی لاین 1 و 2 و 3 بیشتر نه باید باشه. بیشتریم. مهم. آره 4 تاست. بازم بیشتره. اوه پس باید بشماره. آها تو لاین 1 یه دونه است، آها دومی 2 تاست، 3 تاست، یه دونه آخرین عددش هست. من بعد افقی دارم میشمونم. درسته یعنی 5 تاست کلا. 5 تا مثلا تو این 3 تا. حالا میشه که عدد رو بیشتر کنیم. میتونیم تصویرهای دیگه داشته باشیم، مثلا تصویر حیوانات مختلف باشه، 4-5 تا حیوان باشه و بگیم که مثلا گربه ها رو توی این تصویر پیدا کنیم، زرافه ها رو توی این تصویر پیدا کنیم. این پس شد توجه در واقع ساستینبل، یعنی نیاز داره به اینکه یک زمانی مغز رو درگیر یک اکتیویتی بکنه. حالا توی این تصویر عددا رو همون تو سلاین اول بخونیم، به جای 5 بگیم سیب. سیب بگیم. آره آها 1 سیب، 6 2 2 1 4 3 3 3 1 3 سیب سیب 6 2 6 3 1 سیب 3 3 1 2 6 3 سیب 3 6 2. مرسی. ما شبیه این بازی رو تو هوپ هم تجربه میکنیم. نه شما هم هوپ بازی میکنین یا نه؟ مثلا توی هوپ اینجوریه که وقتی میخوایم عدد درس بدیم، توی مضرب 5 که میرسیم مثلا میگیم 1 2 3 4 هوپ، 6 7 8 9 هوپ. توی عددهای دیگه ممکن کمتر این کار رو بکنیم. برای بچه‌ها که میخوایم مثلا سخت‌ترش بکنیم، مثلا میریم رو مضرب 7 این کار رو بکنیم، رو مضرب 3 این کار رو بکنیم، 1 2 هوپ 4 5 هوپ. و اگه کسی اشتباه بکنه میسوزه توی بازی. حالا یه کمی سخت‌ترش بکنیم، یعنی الان از بین محرک‌ها ما یه دونه رو داشتیم انتخاب می‌کردیم، حالا می‌خوایم شیفت کنیم و چند تا کار متفاوت با هم انجام بدیم. یعنی محرکمون کماکان 5، ولی اگر که بخوایم 5 رو می‌بینیم یه بار یه رفتار بعد انجام بدیم، دفعه بعد یه رفتار دیگه. یعنی همزمان هم باید هیس رو یادمون باشه، هم آ رو یادمون باشه، هم یادمون باشه که دفعه قبل هیس بوده یا دفعه قبل آ بوده. میشه بازم همین کار رو ادامه بدین؟ این بار از خط 4 شروع کنیم. یعنی به طور متناوب یک بار هیس یک بار آ. بله دقیقا. خط 4. اوکی. هیس بفرمایید. 2 2 4 6 2 1 آ 2 4 بله ادامه. 1 4 1 هیس 4 3 2 6 1 2 3 آ هیس آ 6 1 2 هیس. ببینید کار سختی بود، یعنی کم کم سخت‌تر هم ممکنه بشه. حالا این در واقع بیسیک ترین کاری بود که ما میتونیم بکنیم. با بچه‌ها ممکنه این کار رو از این سخت‌ترش رو هم انجام بدیم یا به عنوان یه فعالیت بازی سر کلاس انجام بدیم. اینو به عنوان یه تکلیف نبریم که بچه‌ها فکر کنن انجام دادنش زیادی آسونه یا انجام دادنش مثلا بخوایم توش تقلب بکنیم، مثل خیلی کاری که آدم‌ها دوست دارن بپیچوننش. این یه بازیه، میتونه یه بازی باشه، میتونه خیلی متفاوت باشه، میتونه همراه با حرکات بدنی باشه برای بچه‌ها. یه کمی که توش راه افتادن، خوب بودن توی این کار، میایم برعکسش میکنیم. یعنی مثلا شاید شما هم این بازی رو انجام بدین. یه بازی بودش که میگفتیم وقتی میگم بشین پاشو، وقتی میگم پاشو بشین. یعنی باید تمام مدت بچه توی مغزش باشه که چطور چیزی که قبلا یاد گرفته رو با چیزی که داره جدید بهش یاد داده میشه جابجا بکنه. مدام این شیفتینگ اتنشن رو داریم باهاش کار میکنیم. بریم فعالیت بعدی. توی اینجا به جای 5 یه بار هیس میگیم، به جای 2 آ میگیم، به جای 3 دست میزنیم. پس 3 تا در واقع شما باید حواستون باشه که این 3 تا رو اشتباه نکنیم. از همین لاین 5 ادامه بدیم، از لاین 6 ادامه بدیم. به جای 5 هیس، به جای 2 آ، به جای 3 دست بدن. آره اوکی. سخته این خیلی. آها هیس 1 هیس 6 آ آ 1 نه حسم آ بود. من یه از اول شروع میکنم. 1 هیس 6
آ یک آ. آ 1 4 1 هیس 6 آ 6 1 هیس. دست دوردی کلی خسته شدم. بله. به سم رسیدین دست نزدین. حالا دیگه یه شکل دیگهش ممکنه این باشه که من سخت‌تر کنم این رو، بگم هر جا که 5 دیدین بگین 4، هر جا که 3 دیدین بگین 2. یعنی مدام مغز من باید یادش باشه که یادگیری قبلی رو با یادگیری جدید جابجا بکنه. بعد این توجه رو زیاد میکنه. خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه بعد چه اضافه نوعی از توجه رو زیاد میکنه از انواعی که توی شما مدل گفتید؟ توی این دیوایدد اتنشن رو، یعنی بچه قابلیت این رو پیدا میکنه چند تا کار همزمان با هم انجام بده. ممکنه که الان به نظر بیادش که الان عددا رو داریم با هم دیگه جابجا میکنیم، ولی بعدن شما اگر که سر کارتون بخواین که همزمان مثلا هم با تلفن حرف بزنید، هم چیزی بنویسین، هم گوشتون به همکار بغلیتون باشه، این توانایی در شما تقویت میشه. بعد این کار اینا ببخشید، اینایی که ADHD دارن برای اونا میشه از این نوع تمرینات استفاده کرد؟ یعنی یا خصوصا اونایی که زمینه ADHD دارن یا شک به ADHD شده، چون در افغانستان امکان تشخیصش نیست، ولی خیلی از معلمان ممکنه شک کنن به همین ADHD. درسته. شاید این خیلی به درد بخور باشه برای معلم. بله. ADHD در واقع تلفیقی از 2 تا بیماری، یعنی AD یا نقص توجه و HD هایپر اکتیویتی. برای بچه هایی که نقص توجه دارن قطعا همه این تکلیف هایی که دادم خیلی میتونه کمک باشه. ضمن اینکه هر کدوم از این کلید واژه هایی که بهتون دادم رو، یعنی دیوایدد اتنشن رو برید براش اکتیویتی سرچ کنید. هم بازی هایی داره که آنلاین بچه ها میتونن انجام بدن، هم بازی های کاغذی داره، هم خیلی از مدل های بازی هایی که واقعا بازی های سنتی ما بوده کمک میکنه به اینکه بچه‌ها بتونن توانایی های توجهشون رو بالا ببرن. یعنی شما مثلا اگر دیوایدد اتنشن رو سرچ کنید، توی همون لوموسیتی یه بازی داره که شما باید اولش هر قطاری رو ببرید تو خونه همرنگ خودش. خب قطار صورتی میاد، شما میبرید میذارید تو لونه صورتی، بعد چند دقیقه بعد قطار آبی میاد، دوباره میبریدش میذارید تو لونه آبی، چند دقیقه بعد پشت سر هم اینا سرعتشون بیشتر میشه. شما همزمان که باید یه سری پل بسازید که اینها برن توی خونه های خودشون، ضمن باید یادتون هم بمونه که خونه آبی کجا بود، خونه صورتی کجا بود. این بازی انقدر الان من میگم خیلی ساده است و من خودم هر بار انجام میدم قشنگ عرق میکنم، برای اینکه اینجوری استرس میگیرم که الان دقیقاً هر کدوم باید چه جوری بره توی خونه خودش. اینها بازیایی هستن که ظاهر خیلی ساده‌ای دارن، دقیقاً همونطور که گفتم دمبل زدن به نظر میاد کار ساده‌ایه دیگه، شما وای میستین چند دقیقه توی باشگاه یه حرکت رو به صورت مداوم انجام میدید، ولی نهایتاً تأثیرش رو توی حرکات دیگه‌ای که خارج از باشگاه دارین میبینید. در مورد کاگنیتیو ریهابیلیتیشن هم اینجوریه. شما ممکن الان بگی خب باشه به جای 5 من میگم 20، ممکنه که خیلی کار ساده‌ای باشه، ولی وقتی که دارین اینو انجامش میدین بعدا متوجه میشین که توی کارکردتون خارج از اینجا، توی محیط کارتون، توی زندگی شخصیتون چقدر تفاوت ایجاد کرده. مثلا این در مورد ADHD یه چیز دیگه هم بعداً یادم باشه که ادامهش بگم، درباره یا بذار الان بگم تا فراموشش نکردم. درباره بچه‌ها تجربه که من از کار کردم با بچه‌ها داشتم این بود که من زمان دانشجویی با یه سری از بچه‌های کار می‌کردم که اینها بهشون زبان درس میدادم. در واقع یه دونه بچه‌ای داشتم سر کلاس که ADHD بود و به خاطر همین هم از بقیه بچه‌ها بزرگتر بود، چون هر چی رفته بود سر کلاس نتونسته بود یاد بگیره و برای همین خیلی به قول معروف کلاس‌ها رو مونده بود تا رسیده بود به بچه‌های کوچیک‌ترش. کاری که من برای این کردم چیزی بودش که از نوروساینس یاد گرفته بودم. ما میدونیم که توی نوروساینس بحث ADHD بحث خیلیه که روش کار شده. وقتی که بچه ADHD قسمت مربوط به هایپر اکتیویتیش وقتی که بیش فعال میشه بچه، به خاطر نقصیه که توی ترشح دوپامین توی مغز داره. یعنی بچه دوپامینش پایینه. دوپامین همیشه مربوط به لذت نیست، یه بخشی از دوپامین مربوط به حرکته. یعنی من اگر که اینجا نشستم پیش شما و دارم صحبت میکنم، بدن من توی سطح متعادلی از دوپامینه که به من کمک کرده بتونم اینجا ثابت بمونم. اما اگر من از یه سطحی دوپامینم پایین تر باشه، بدن من باید مدام حرکت بده من رو برای اینکه بتونه سطحی از دوپامین که میخواد رو بهش برسه.
به اندازه کافی دوپامین داشته باشه. برای همین شما میبینید که بچه‌ای که ADHD رو صندلی آروم و قرار نداره، مدام میخواد پاشه. اگر که نذاری از جاش بلند شه، با پاش ورمیره، با دستش ورمیره، با گوشش ورمیره، با مداد ورمیره، بغل دستیشو داره شلوغ میکنه باهاش. چه کاری میشه برای بچه ADHD انجام داد که بهش کمک کنه؟ مثلا یکی از کارهایی که من به این بچه میگفتم اینه که موقعی که من دارم به درس میدم، دقیقاً سخت‌ترین جای درس که گرامر بود، تو پاشو و حالت هواپیما باش. یعنی دوتا دستاتو اینجوری باز کن روی یه پا و به صورت کج وایسا. چون بدن این موقع این حرکت درگیره، توجهش رو میده به یه قسمت زیادی از حرکت بدنیش، برای همین قسمت دیگه ای از مغزش آزاد میشه برای اینکه بتونه به من گوش کنه. یا زمان دیگه که میخواستم باز یه متنی رو بهش بدم که این شعر رو حفظ بکنه، بهش گفتم دور خونه بدو و حفظ کن. نمیتونه بشینه و حفظ کنه و انتظار زیادیه که ازش داشته باشیم که این بچه بشینه و حفظ کنه. برای همین جنس تسکی که من معلم بهش میدم باید با توجه به نیاز اون آدم باشه و بعد خیلی خوب شد زبانش. یعنی با میل زیادی هم تو کلاس شرکت میکرد، هم وقتی که از کلاس میرفت کلی چیز یاد گرفته بود. مثلا اگر که میخوایم به این بچه بگیم که چیزی بنویسه، باید به صورت حداقل ممکن تکلیف نوشتنی به این بدیم. در عوضش تکلیف ها رو با حرکات بدنی همراه کنیم. هر چقدر که ممکنه، مثلا اگر که شعری میخوایم بهش یاد بدیم، حتما با یه سری اکت و نمیدونم کارهای بدنی همراه باشه. یا مثلا با یه نفر دیگه، مثلا این بازیایی که اینجوری هست شما انجام میدید، مثلا با اون حرکت رو انجام بده. یه کاری بکنه که توان بدنیش و حرکت درش دخیل باشه که بتونه به اون سطحی از دوپامین که نیاز داره برسه. هر چقدر که این بیشتر باشه، میتونیم مطمئن باشیم که توی هایپر اکتیویتیش در واقع داریم بهش کمک میکنیم که اون دوپامینش جبران بشه. چرا هایپر اکتیویتی نقص توجه هم همیشه دارن؟ به خاطر اینکه وقتی که اون در ضمن در واقع تلاش برای اینه که دوپامینش رو ببره بالا، نمیتونه دیگه توجه بکنه. ولی بعضی از بچه‌ها هستن که هایپر اکتیو نیستن، فقط نقص توجه دارن. توی این بچه‌ها از این تکلیف‌هایی که دادم خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. یعنی بهش کمک کنیم که مثل اون عضله ساختنه، عضله مغزش رو بسازه، کمک کنه اینقدر این تکلیف رو تکرار بکنه. و بعد شیوه‌های متفاوتش، مثلا کلی بازی‌های آنلاین هست که برای همین کاگنیتیو ریهابیلیتیشن ازش استفاده میشه. اونها میتونه خیلی بازی‌های خوبی باشه برای اینها. یا حتی برای بچه‌هایی که نقص توجه هم ندارن، کمک میکنه بهشون بتونن هرچی بیشتر روی موضوعی که میخوان مسلط. بالینی رسیده، یعنی نیاز داره که پیش روانپزشک بره یا بره پیش به هر حال درمانگر که کار بکنه. نورو فیدبک میتونه چیز خیلی مفیدی باشه. حالا فکر میکنم که نورو فیدبک رو تا یه حدی آنلاین هم میشه انجام داد اگر دسترسی نباشه به پزشک یا درمانگر. بعد ببخشید از این تمرینا هست طوری که بشه گروهی انجام داد، چون که تعداد دانش آموزان داخل یک سن یا کلاس در افغانستان زیاده. یعنی همین بازی که الان همین بازی که به شما دادم رو، همین رو میشه به صورت بازی در آورد توی جمع انجام بدین. عددا رو معلم پای تخته بنویسه یا اصلا عددا رو روی اسکرین داشته باشن بچه‌ها، بعد دونه دونه انجام بدن. اون بازی هوب که ما گفتیم مثلا یه بازی دست جمعیه، سر کلاس انجام میشه. یا بازم خیلی اکتیویتی‌های دیگه مشابه این هستش که هفته‌های دیگه راجع به موضوعات دیگه با هم دیگه کار می‌کنیم. توی اون اکتیویتی‌ها چیزاییه که بچه‌ها با همدیگه انجامش میدن. و میدونیم مثلا من و شما بودیم اینو انجام دادیم، شاید با حداقل مثلا ما میگیم کل کردن. وقتی بچه‌ها مثلا یکی اشتباه بگه، همه اینجوری سر صدا میکنن و همه حواسشون هست که اون یکی اشتباه نکنه. یعنی ممکنه یه نفر بازی رو داره انجام میده ولی همه کسای دیگه هم حواسشون هستش به اینکه بازی چطور داره پیش میره. مثلا یه بازی دیگه، اینم یه تسته، هم به عنوان تست ازش استفاده میشه، هم به عنوان اکتیویتی تو کار درمان، ولی به عنوان فعالیت هم میتونه چیز جالبی باشه. بهش میگن آزمون استرو، برای درک هم در واقع اینه که بسنجیم که میزان توجه چطوره. این رو هم میتونین انجام بدین آقای علی مرادی. اینجوریه که شما نباید به چیزی که نوشته شده توجه کنید، باید رنگ ها رو بخونید. از سمت راست؟ بله. آره دیگه. آبی، سبز، سیاه،
این رنگش نمیدونم چی هست. قهوه‌ای. قهوه‌ای، قرمز، قرمز، زرد، سبز، آبی، سیاه. آبی اینم نمیدونم، سرمه‌ای باید باشه. بنفشه. بنفشه. قرمز اینم اگه قهوه‌ای بهش بگیم. بله. این بنفش، بعد بنفش، قرمز، سبز، زرد و اینم سبز باید، آبی باید باشه. آها. ببین کاری که اتفاق میفته تو مغز شما، یعنی مغز جلوی یه محرک که نوشته هست رو میگیره و تلاش میکنه که رنگ رو بخونه. این جدا کردن از هم باز برمیگرده به همون سلکتیو اتنشن. یعنی شما جلوی یه محرک رو میگیری و به محرک دیگه فرمان گو میگی. بهش بازی های گو آن گو هم میگن. یکی رو نگه میداری، اون یکی نباید بره. از بین این محرک ها مثلا برای من خیلی راحت تره که قرمز رو اونی که دارم میبینم بخونم، ولی سخت‌تر اونه که بخوام به رنگش توجه بکنم، چون مغزم بیشتر یاد گرفته که مثلا اون چیزی که نوشته شده هست رو بخونه. درست میگم؟ برای شما هم تکلیف نسبتا سختی بود نه؟ که بتونین جلوی این همه سخت بود دیگه، برامون همه سخت کلا. آره، یعنی نیاز داره به اینکه مغز فعالیت بکنه همون قدری که ممکنه توی نرمش کردن تو ورکاوت مثلا ممکنه که ما سختی بکشیم، اینجا هم به تدریج همونجا و واقعا هم خسته کننده میشه. یعنی بازی هایی نیستش که بتونن بچه‌ها 1 ساعت بشینن انجام بدن، به عنوان یه تفریح وسط کار. ولی یه چیز دیگه هم هست، من متوجه شدم، من نمیدونم حالا شما تخصصشو دارین، من خدای نکرده نمیخوام که چالش بدم، ولی آدما که سنشون زیاد میشه برای یه رشته خاص توجه یا اون جنبه‌های شناختی مغزشون تخصصی میشه. مثلا من آزمایش‌های مریض همه اعدادش یادم میاد، مثلا اگه 20 مریضم باشه بعد از یه هفتم یادم فلان مریض مثلا فلان آزمایشش چند بود، چطور شد اینا، ولی یک شماره حساب بانکی یادم نمیمونه. یا شماره حساب بانکی خودم نمیدونم چقدر مثلا موجودی دارم. یعنی موضوع تخصصی شدن ذهن برای جنبه‌های شناختی مثل توجه، حداقل من خودم اینو تجربه کردم. حالا مثلا من وقتی من اینو تمرین کنم چه تأثیری داره برای جنبه‌هایی که ذهن من تخصصی شده توش. یعنی من توجهم به مریض به صورت اتوماتیک زیاد هست، یعنی سالها مریض دیدم، ذهنم هم اینطوری به هر جنبهش توجه میکنه، حواسم هم جایی پرت نمیشه وقتی با مریضم یا موضوع مریضیه. ولی وقتی مثلا موضوع بانکیه اصلا نمیتونم توجه کنم. این هم یک سوالی هم هست که الان این تمرینات برای ذهن من چه فایده داره؟ به طور مثال یه مسئله هست توی نوروساینس بهش میگن هرس سیناپسی. هرس سیناپسی اگه بخوام توضیحش بدم باید برگردم به زمانی که ما تازه به دنیا میایم. وقتی که ما به دنیا میایم مثل یه شکل اولیه‌ای از یک درخت رو در نظر بگیریم که یه عالمه شاخه‌های جوون داره. هر چقدر که بیشتر میگذره بر حسب کاری که ما با تکرار بیشتری انجام میدیم تنه درخت قطورتر میشه و یه سری از شاخه‌هاش زده میشن. یعنی مثلا وقتی که به سن شما میرسیم ما با یه تنه خیلی قطور درخت مواجهیم که بر حسب رشته‌تون توی زمینه‌هایی که مرتب تکرارش کردین اون تنه قطورتر شده و یه عالمه شاخه‌هایی بوده که از دست رفته. حالا من چون اصلا زندگی شخصی شما رو نمیدونم ولی مثلا حدس میزنم که مثلا فکر میکنم که شما شاید گلدوزی نکرده باشین، کار ظریف دستی مثلا انجام نداده باشین توی مدتی که مثلا دارین مریض میبینین. یه سری توانایی هایی که مربوط به اعصاب ظریف دست باشه ممکنه کم کم و به تدریج برای شما از بین بره. این قسمت ها هرس میشه چون مغز نمیتونه به اندازه کافی انرژی بذاره برای چیزهایی که ازشون استفاده نمیکنه، هم انرژی بذاره که اونها رو آپدیت نگه داره. برای همین یه قاعده هست میگن use it or lose it. اگه استفاده نکنیش از بین میره. بعد خدایی نکرده اگر که شما کرایتریای بیماری‌های مثل آلزایمر رو داشته باشین، وقتی که آسیب ببینه مغز، چون فقط یک تنه قطور داره، خیلی آسیب دیدنش دفعتاً اتفاق میفته. ولی وقتی که شاخه‌های زیادی وجود داره، وقتی آدم‌ها چیزهای متفاوتی یاد گرفتن، مثلا چندین زبان متفاوت یاد گرفته،
همزمان کار با دست رو هم انجام داده، همزمان مثلا ورزش هم انجام داده، از پاش هم استفاده کرده فرد، همزمان از توانایی‌های مغزیش هم استفاده کرده، همزمان توانایی کلامیش رو هم پرورش داده. میشه گفت این درخت یک بعدی نیست، چندین تا شاخه متفاوت داره. پس اگر یه قسمتش آسیب ببینه، مثلا در اثر پیری دچار زوال عقل بشه، هنوز یک عالمه سیناپس دیگه براش موجود هست. ولی اگر فرد فقط توی یه جنبه رشد کرده باشه یا فقط یک مدل از اتنشن رو در خودش پرورش داده باشه، بقیه جنبه ها از دست رفتن. مدلمون میخواد که آدم این شکلی باشه، یعنی با حداقل آسیب، با حد اکثر توانایی، تا سن بالا فرد الرت بمونه. ضمن اینکه کمک میکنه این اکزیکیوتیو فانکشن، یعنی اون چیزی که اول شما گفتین درباره مریض ها توجه دارین ولی درباره ممکنه موضوعات بانکی این توجه نباشه، توی قسمت مرتبط با مموری هم توضیح میدیم که خیلی وقتها وقتی که سن بالاتر میره مخصوصا مدل یادگیری ما تغییر میکنه. تو سن پایینتر وقتی ما خیلی مموری آزادی داریم، هر چیزی به ما بگن ما خیلی سریع یادش میگیریم، ولی سن بالاتر که میره ما چیزهایی یاد میگیریم که براش انگیزه داریم و بهش توجه کردیم و با یادگیری‌های قبلیمون مرتبط هستش. برای همین شما مسلماً چیزهایی که با یادگیری‌های قبلیتون مرتبط بوده رو یا براتون معنا داره رو بهتر یاد میگیرین تا مثلا مسئله بانکی که ممکنه براتون خیلی ناآشناتر باشه. یعنی به مسئله مموری همین خیلی ربط داره. بعد این تمرین‌ها به همین برای آینده خوبه که مثلا آدم میخواد دچار زوال عقل بشه، سیناپس‌های بیشتر یعنی شاخه‌هایی که ایجاد میشه این تمرین جلو هرس شدنش یا قطع شدن اون شاخه‌ها رو میشه. دقیقاً. و حتی نمیخواد حتی خیلی دور هم در نظر بگیریم، در حال حاضر هم کارکردهای شناختی شما رو گسترش میده، یعنی شما رو منعطف‌تر میکنه. باز هم اگه بخوایم مثالش رو از ماهیچه بزنیم، مثل کسی که هیچ ورزشی نمیکنه و بعداً فقط همین راه رفتن معمولی رو یاد داره که میتونه انجامش بده. ولی هر چقدر فرد بیشتر گسترش بده، مثلا ماهیچه‌هاش رو تمرینات استرچ بیشتری انجام بده، یه جاهایی از ماهیچه درگیر میشه که تو حالت عادی ممکنه هیچ وقت باهاش درگیر نباشه و این توانایی و انعطاف فرد رو افزایش میده. این مثالی که شما در مورد ماهیچه میزنید مثال خیلی خوبیه. میدونین چرا؟ چون که ما ماهیچه‌های خودمون رو میبینیم ولی مغز خودمون رو نمیبینیم. یعنی همین آگاهی از وجود مغز، چیزی به نام مغز هست، همین شاید بشه گفت انحراف فلسفی هم که در زمینه هوشیاری وجود داره انسان‌ها رو شاید در طول تاریخ گمراه کرده. این که هوشیاری ما به دلیل روح هست، مثلا این چیزی که فلاسفه گفتن ما رو از وجود داشتن چیزی به نام مغز ناآگاه کرده. ولی این مثال شما برای خودم بسیار دلچسبه، چون که آدما میبینن عضله خود، خصوصا بچه‌ها، خصوصا اطفال، وقتی که بخوان این تمرینات رو بهشون بدین، خب باید بدونه که چرا این کارو میکنه، نه؟ و این مثال عضله به نظرم مثال خیلی خوبی است که بچه‌ها رو متوجه ورزش مغز هم بکنه. میشه گفت که همینطور که ورزش چطوره که اصلا این ایده رو آدم پرورش بده، همینطور که ساعتی برای ورزش بدنی وجود داره، یه ساعت هم معلومات بزنم برای ورزش ذهنی یا ورزش مغزی. این ایده نابی هست آدم اگه روش خیلی عالی. و ورزش‌هاش هم دقیقا همین چیزهایی که گفتین، یعنی خیلی از بازی‌هایی که ما توی دوره کودکی می‌کردیم یا خیلی از بازی‌هایی که تو حتی همین لوموسیتی هست و مشابهش وجود داشته، دقیقا همین ورزش مغزیه. یعنی به فرد کمک میکنه به اینکه انعطاف پذیری مغزیش رو بیشتر بکنه، چون ما اصلا این مفهومی داریم به اسم نوروپلاستیسیته، یعنی چطور بتونیم انعطاف ذهنیمون رو بیشتر بکنیم. این انعطاف مغزی به همین معناست که سلول‌های جدیدی تولید میکنه و ضمن اینکه تولید میشه کانکشن‌های بیشتری هم در مغز ایجاد میشه و خب می‌بینیم که حالا هم تو سنین بالاتر هم توی حتی سنین کودکی به فرد کمک میکنه که بیشتر بتونه هوشیاریش رو بالاتر ببره. این مثلا یکی از چیزهایی که میخواستم بگم که به کسانی که دارن با بچه‌ها کمک میکنن به اشتباهات بچه‌ها نگاه کنن، نه به این خاطر که سرزنش بشن یا اینکه به این 3 مورد توجه کنن، برای اینکه میتونه بهشون
یه لینکی بده برای اینکه اگر لازمه که به درمانگر مراجعه بکنن حواسمون باشه. یکیش تکانشگریه. یعنی چی؟ یعنی که اگر که مثلا بچه قراره که توی این بازی، حالا اگر یه بار انجامش بدیم متوجه میشین، مثلا قراره که به برگ‌های سبز واکنش نشون بده، اگه اشتباهی به جای سبزها زرد رو هم میزنه، شما باید در نظر بگیریم که این به رفتارش میگن تکانشگری. یا اینکه سبزها رو باید بزنه ولی به جای اینکه 5 تا سبز رو بزنه 3 تا سبز رو میزنه، حواسش نیست، 2 تا از زیر دستش در میره به خاطر اینکه اشتباهش میکنه با زردها. یه موقع دیگه هم هست سبزه از زیر دستش در میره به خاطر اینکه تا حرکت کنه و سبزه رو بزنه سبزه رفته. این 3 تا نشون دهنده اینه که بچه‌های ما تو چه زمینه‌ای نیاز دارن که بیشتر باهاشون کار کنیم. اگر تکانشگریه، توی بحث تکانشگری ما باید حواسمون باشه که بچه‌ها رو طوری در واقع بهشون یاد بدیم که فقط اون هدف رو در نظر بگیرن. این مهمه برای اینکه روی مسائل حتی اخلاقی هم ممکنه در نظر بگیره. تکانشگری یعنی چی؟ تکانشگری یعنی من هدفم اینه که یه ساندویچ بخورم ولی وقتی که میرم سر میز غذا میبینم 5 تا ساندویچ هست 4 تاشو میخورم. چرا؟ برای اینکه من یادم رفته هدفم چی بوده. موقعی که غذا رو دیدم کاملا یادم رفته که من میخواستم رژیم باشم و به جای یه دونه 4 تا خوردم. من توی تکانشگری میدونم که باید ساعت 7 صبح بیدار شم ولی 9 صبح بیدار میشم. چرا؟ برای اینکه یادم میره هدفم چی بوده. توی تکانشگری من میدونم که میخوام سر کسی داد نزنم ولی عصبانی میشم همه اهدافم و به قول معروف دین و ایمونم هم یادم میره. چرا؟ به این میگن تکانشگری. تو بحث رفتار جنسی هم تکانشگری داریم. توی نشون دادن خشم هم تکانشگری داریم. تکانشگری یعنی من تو موقعیت فراموش کنم هدفم چی بوده، یادم میره برای چی اینجا. اگر ما بتونیم این کامیشن رو درست بکنیم توی بچه‌ها از طریق همین بازی سبز و زرده ها، مغز یاد میگیره که آها من قرار بوده فقط به برگ سبز و واکنش نشون بدم، هر چیز دیگه‌ای به جز سبزها برای من هدف نیست و توجه من رو جلب نمی‌کنه. یه ویدیویی بود شاید بتونم تا دفعه دیگه بیارم براتون، توی بحث مموری هم میتونه این مهم باشه. یه سگی رو نشون میده که توی یه دروازه وایساده، دروازه هاکی، و یه عالمه توپ به سمتش میره و مربیش بهش یاد داده که فقط به این توپ خاص تو واکنش نشون بده و مثلا شاید بیشتر از 20 تا توپ به سمتش میره و این اصلا چشم از اون هدف خودش بر نمیداره تا موقعی که اون توپ به سمتش میره سریع میگیردش. این یعنی تمرکز. یعنی وقتی که من میدونم چی میخوام و هیچ چیز دیگه ای توی محیط نمیتونه هدف من رو از تمرکز من رو از هدفی که دارم برداره. این تکانشگری شاید به نظر ساده بیاد ولی ما حتی مثلا چون کار من سکس تراپیه، حتی با کسی که سکس آفندره این تمرینات شناختی رو انجام میدیم. چون کسی که سکس آفندره با خودش قول میده که من این رفتار جنسی خاص رو مرتکب نمیشم ولی وقتی تو موقعیتش قرار میگیره دوباره همون رفتار رو مرتکب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مغزش توی موقعیت شل عمل میکنه، بلد نیستش که یه موضوعی رو بگیره و بهش بچسبه. پس اینو ببینیم کامیشن یا تکانشگری رو ما میتونیم با این موضوع حلش بکنیم. موضوع دیگه چیه؟ آمیشن. یعنی ممکنه که من بدونم هدفم چیه ولی ندونم که چطور بهش حرکت کنم یا به چطور بهش پاسخ بدم. اینم بخش دیگه یه که حالا ما با افزایش توجه به بچه‌هامون یاد میدیم که در موردش حساس بشن. پس یه قسمتش این بودش که به غیر هدف پاسخ میدم، یه قسمتش اینه که هدفم میدونم چیه ولی به اون نمیدونم چطور پاسخ بدم، که باز توی این قسمت ما بهش کمک میکنیم. مسئله آخر اسپیده، یعنی سرعتش کافی نیست برای پاسخ دادن. برای بچه‌ها علاوه بر این تمریناتی که اینجا گفتیم توی همون لوموسیتی هم هست، اکتیویتی های دیگه هم میتونم معرفی کنم بهتون که اصلا روی اسپید بچه‌ها کار میکنه، روی سرعت بچه‌ها کار میکنه. خیلی وقتها توی زندگی اجتماعی ما میبینیم آدم‌ها به خاطر اینکه زیادی کند هستن، حالا هم تو پردازش ذهنیشون هم توی عملکردشون امتیازات پایین‌تری میگیرن.
یعنی یا آدم حوصله ندارن باشون همکار بشن، یا مثلا مدل حرف زدنشون حوصله بقیه رو سر میبره، یا خیلی چیزهای دیگه هستش که آدم به عنوان یه آدم ریتارد شناخته میشه، از جامعه دوستی، از محیط کار دکش میکنن، حوصله‌شو ندارن باهاش همکار شن. این باز اون چیزی که تو توانبخشی شناختی ما میتونیم روش کار کنیم که بچه‌ها بتونن به سرعت مناسب برسن. یه کار دیگه هم که توی این ریاکشن تایم خیلی میتونه مفید باشه برای بچه‌ها، کلاس‌هایی مثل کلاس بازیگری، مثل کلاس‌های نمایشنامه خوانی، مثل یاد گرفتن شعر خوندنه که بچه‌ها یاد بگیرن چطور با سرعت‌های متفاوت میتونن تأثیرهای متفاوت بذارن. چون قسمت مربوط به کلام که حالا تو قسمت دیسیژن میکینگ خیلی راجع بهش صحبت می‌کنیم، اینو به ما یاد میده که وقتی من میتونم یک جمله رو با یک سرعت متفاوت به شما بگم، ممکنه که تأثیر متفاوتی در شما بر بیانگیزم. اگر اول جمله با یه تکیه بگم، اگر آخر جمله یه تکیه دیگه داشته باشه، همه اینها میتونه تأثیرهای شناختی متفاوتی در شنونده ایجاد بکنه. برای همین به نظرم این قسمت مرتبط با ادبیات رو هم خیلی جدی بگیریم. میگن از انیشتین پرسیدن که چیکار کنم که بچم باهوش بشه و میگه که بهش تخیل کردن یاد بده، تخیل کردن یاد بده، تخیل کردن یاد بده. و بهترین جایی که میتونن بچه‌ها تخیل کردن رو یاد بگیرن توی ادبیاته. صرف نظر اینکه چقدر خود خوندن و روخوانی و تندخوانی و بلندخوانی میتونه برای بچه‌ها خوب باشه، خود محتوایی هم که توی ادبیات برای کودکان هست هم خیلی توی مسائلی مثل توجه میتونه تاثیر بذاره. مثلا مثالی بزنم براتون از فعالیت‌های بلندخوانی. توی فعالیت بلندخوانی مثلا من کتاب رو میگیرم برای بچه و بچه باید نگاهش به اینجا باشه و من میخونم قصه رو از اینجا دنبال کنه. یعنی همزمان هم بچه داره میشنوه، هم داره میبینه، هم داره تصویر میبینه، هم از نظر شناختی و عاطفی داره با داستان درگیر میشه. خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه فقط یه کتاب داده باشیم دستش و خونده باشه. یا باز یه مدل دیگه از قصه گویی هستش که ما یه پاکتی داریم و توی پاکت یه سری المان‌های مختلف میذاریم. مثلا یه دونه میوه میذاریم، یه دونه تیکه مثلا اسباب بازی هستش و بعد دونه دونه رو بیرون میاریم و از بچه‌ها میخوایم که قصه بسازن با این. یعنی بچه همزمان هم داره توجه میکنه که چی از تو این کیسه من در میاد. مثلا اگر یه میوه کاج در میاد، خب قصه‌مون با این شروع میشه که یه روزی یه درخت کاجی بود که توی یه مثلا جنگل بزرگ زندگی میکرد و دست میکنیم از توی این یه سیب میاد بیرون. کنار این درخت کاج درخت سیب هم زندگی میکرد. بعد ادامه داستان رو از بچه‌ها میخوایم که اونها ادامه بدن. یعنی مدل گفتگوی ما با مدل قصه‌ای که داریم میگیم همزمان توجه بچه رو و خلاقیت بچه رو با هم به چالش میکشه. خب این صحبتایی بودش که من امروز داشتم و امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. اگر که سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر هم صحبتی نیست شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سوالی که دستی که بلند نشده اینجا ظاهرا موضوع روشن و واضح بوده و به نظر من از جای خیلی خوبی هم شروع کردین، از موضوع توجه که فکر کنم برای هر معلمی یک چالشه، خصوصا در کلاس هایی که تعداد شاگردان زیاده. این که چرا بعضی توجه نمی کنن یک سوالی که شاید در ذهن معلم مرتبا تکرار میشه. کنترل صنف یا کلاسی که معلم شاگردا توجه نکنن، دی از شاگردا توجه نکنن هم سخت‌تره. یعنی موضوع توجه یک موضوع محوری هست در مدیریت صنف، در مدیریت کلاس. بفرمایید آقای سادات. میشه سوالش. با درود و سلام و با تشکر از اینکه موضوعات جالب را ارائه کردین. سوال ما است که اگر فرض کنین یک استاد صورت عمل، فرض کن صورت تدریس اینا پایین باشه، صحبت کردنش مثلا کاری که در صنف میکنه با شاگردا، این باید چی کار بکنه؟
تشکر. خواهش میکنم. همه این تکلیف‌هایی که گفتیم برای بزرگسالان هم همینطوره. برای بزرگسالان میشه کمی پیچیده ترش کرد، ولی نهایتاً همش به یک صورته، یعنی همه این فعالیت‌هایی که گفتیم در مورد بزرگسالان هم صدق میکنه. خود بزرگترها هم میتونن از این استفاده کنن و یادمون نره که فن بیان یکی از مهمترین ابزارهایی که یه معلم سر کلاس داره برای اینکه بتونه شنوندگانش رو، مخاطبینش رو تحت تاثیر قرار بده. جنس کلماتی که انتخاب میکنه، سرعتی که برای صحبت کردنش داره، خیلی زیادی تند باشه، بچه‌ها نمیرسن که تحلیل بکنن تو ذهنشون، زیادی کند باشه، انقدر بین کلمه ها فاصله میفته که کلمه قبلی از یادش بره. برای همین فکر میکنم که برای خود معلم هم مهمه که بتونه سرعت متناسبی با شنونده هاش داشته باشه. بسیار عالی. در مورد ایده ای که 1 ساعت برای ورزش مغز یا ورزش ذهن اختصاص داده بشه، مثلا در هفته 1 ساعت، خیلی دوستان میتونن داخل گروه تلگرامی ابراز نظر بکنن یا همین ایده رو پرورش بدن، جنبه‌های عملی و جنبه‌های غیر عملی و من یه پیشنهادی بدم. بفرمایید. به نظر من این تکلیف خیلی سخت‌تر از اونه که بشه 1 ساعت انجامش داد. یعنی خسته میشن بچه‌ها. ولی مثلا به نظر من اگر بشه تو هر روز 10 دقیقه انجامش داد، مثلا برای پایان کلاس، برای اینکه پایان فانی داشته باشه، خوش بگذره بهشون، یا یه همچین فعالیتی، یعنی به عنوان تکلیف نشه، به عنوان یه سرگرمی باشه، ضمن اینکه دارن ازش لذت هم میبرن، توانایی هاشون رو هم گسترش بدن. من پیشنهادم اینه که هم مستمر باشه، هم کوتاه مدت باشه. یکی از چیزهایی که کمک میکنه به آدم‌ها این که بتونن یک فعالیتی رو مستمر انجام بدن اینه که قبل از اینکه سیر بشن ازش دست بردارن. یعنی این فعالیت رو اینقدر انجام ندیم که زدگی تو بچه‌ها اتفاق بیفته. مثلا اگر که روزی 2 تا اکتیویتی هم انجام بدن، یه دونه مثلا راجع به مموری، یه دونه راجع به توجه کافیه و اون تغییری که ما می‌خوایم با استمرار انجام میشه. بعد این تمرین‌ها هست برای هر درس خاص. مثلا اگه درس ساعت درسی ریاضیه، بله. من شما صفحه منو می‌بینید؟ شما صفحه منو می‌بینید؟ می‌خوام سرچ کنم. بعد دانش آموزا خسته میشن، بعد در یک تفریح یک بازی انجام بدن که جنبه‌ای از شناخت اونا رو مورد هدف قرار بده که به درس ریاضی مربوط بشه، یا اگه درس ادبیات همینطور که بعد مربوط به اون درس هم باشه. یعنی جلسه درس رو همراه با ورزش متناسب مغزی همون درس همراه کرد. دقیقاً همینطوره. ببین الان من سرچ کردم که selective attention activities for students. اینجا توی این سایته به من کلی نمونه ما نمیبینیم سایت ها، فقط پاورپوینت میبینیم. پاورپوینت رو میبینیم. پاورپوینت رو ببندم. شما باید صفحه رو باز کنید، از وقتی دکمه سبز رو که میزنین همون صفحه اینترنت رو که باز کردین انتخاب کن. اول باید باز باشه. الان شما میبینین باز؟ نه، الان باید انتخاب کنین دیگه. الان دکمه سبز رو بزنین، بعد همون صفحه‌ای که بازه رو انتخاب کنین. الان زدم. الان زده ایزلو. الان گوگل رو میبینیم. درسته؟ حالا صفحه اینترنت شما رو. الان من سرچ کردم selective attention. درست. دقیقاً. selective attention for students. حتی میتونم بزنم ورکشیت کنارش، یا میتونم بزنم PDF. بعد برای شما میاره، دونه دونه اینا رو میاره. میتونین دانلودش کنی، میتونین ازش استفاده کنید. مثلا اینجا بین این خاک انداز میتونین انتخاب تا خاک انداز هست. اینجا تو صفحه میوه ها میتونین مشابهش رو انتخاب کنید. همش نمونه های متفاوت داره بین این سه گروه انتخاب. الان من انتخاب کردم که مثلا سلکتیو باشه. میتونیم برای دیوایدد اتنشن انتخاب کنیم.
درست. اینا دوباره آورد، مثلا این برای الرتینگ تنشن آورد. یه نمونه دیگه مثلا اینجا برای نمونه های دیگه بذاریم نشون بدم. یا اصلا خود کلی اپلیکیشن هایی هستش با عنوان برین ترینینگ. این الان مثلا خود این اکتیویتی ها دیدیم، مثلا این الان یه نمونهشه که مچ کنید، بگید که کدوم رو شما معرفی هستش. کرده بود. الان شبیه این سیمبولی که اینجا هستش، باید ببینید چند تا هست. بله به جز اون باز هم هستش. یعنی اپلیکیشن شاید بهترینش لوموسیتی باشه، چون دانشگاه استنفورد و در واقع اون دسک نوروساینس دانشگاه استنفورد ساپورت میکنه اپلیکیشن لوموسیتی و نمونه‌های خیلی زیاده دیگه هم هستن ازشون که مشابهن. یا مثلا الان ببینید یه دونه مثلا ویژوال اتنشن گیمز هست. یعنی اگر بخواین خیلی نمونه‌های زیادی هست که هم رایگانه، هم قابل دانلوده، هم ورکشیتش اصلا برای کلاس درس طراحی شده. باز میتونید اینو پایین‌تر هم بیارید، مثلا برای سطح کیندرگارتن هم میتونید بیارید، برای بچه‌های پیش از درس جهمی کلاسایی که الان داریم خود اساتید دوره هم بشینن و این بازی‌ها رو انجام بدن. چون ما وقتی خودمون یه کاری رو انجام میدیم، بعداً انجام دادنش تو کلاس با دانشجو برامون کار. خب اینترنت خانم سلمانزاده قطع شد و ما در آخر برنامه هم بودیم. ببینیم اینترنت شما یک لحظه قطع شد. بله اینترنت من قطع شد. خب من در خدمتتون هستم اگر که با سوالی هست. وقت ما هم رو به اتمام 3 دقیقه دیگه از وقت برنامه مانده. خیلی عالی، خیلی جالب. برای شخص خودم که همیشه موضوع نوروساینس، یکم روانشناسی آموزش خیلی مهم بوده. مباحث مثل روانشناسی آموزش، علوم اعصاب آموزشی، فلسفه آموزش، به اینا خیلی متاسفانه کم پرداخته شده در نظام‌های آموزشی. بسیار جدید هستن و ما می شانس داشتیم که از طریق شما با این دنیای جدید آشنا بشیم. یک شانسی هست که خدا کنه ادامه دار باشه. حتما. من تشکر. در جلسات آینده در خدمت شما و معلمین محترم خواهیم بود. بعد خوبی این درس‌ها اینه که وقتی ضبط میشه به صورت یک مجموعه در میاد، در آینده برای خیلی قابل استفاده خواهد بود. شما به صورت آکادمیک شروع کردین، یعنی از اول خیلی چه میگن منظم برنامه رو توضیح دادین و هدف آموزشی هم تعریف کردیم. فکر کنم که خیلی مجموعه به درد بخوری در زمینه نوروساینس برای معلمین از طریق شما تهیه بشه. یک جان سپاس تا آینده نه چندان دور. خدا نگهدار. مرسی، امیدوارم که مفید بوده باشه. خدا نگهدار. خیلی عالی، تشکر.